کاش میشد به هیچ چیز فکر نکرد. فکر کردن آدم را نگران می کند. کاش میشد کسی را دوست نداشت. دوست داشتن آدم را ضعیف می کند. کاش میشد دلتنگ کسی نبود. دلتنگی حواس آدم را پرت می کند. کاش میشد به هیچ چیز و هیچ کس فکر نکرد. درها را بست، پرده ها را کشید، چراغ ها را خاموش کرده در سکوتی محض و یک خل ادراکی عمیق، آرامشی بدون واسطه را در آغوش کشید. کاش میشد به مثابه اصحاب کهف خوابید و تا قرنها بیدار نشد. دلمان خواب عمیق میخواهد این روزها. نوشتی از نرگس صرافیان و بنده علیرضا.